افشای راز میلیونی شبنم ثریا در تاجیکستان و تقلید آریانا سعید از شبنم ثریا. افتتاح برند لباس آریانا سعید با کمک شبنم ثریا در تاجیکستان و آهنگ دوگانه آریانا سعید با شبنم ثریا که اصلا باورتان نخواهد شد در دبی. من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. شبنم ثریا هنرمند بی‌بدیل، سابقه دار و نامآشنای تاجیکستان است و ای را میتوان یکی از صداهای ماندگار در هنر موسیقی تاجیکستان نامید. شبنم ثریا کارهای هنری خود را در سال 2000 میلادی با کمک خانواده‌اش در تاجیکستان آغاز کرد. شبنم هنر موسیقی را از مادرش ثریا آموخته است. خواهرش فرزانه خورشید هم از جمله مشهورترین و سرمایه‌دارترین هنرمندان تاجیکستان هستند. شبنم ثریا میتوان یکی از خانمان پولدار تاجیکستان نامید. وی تاکنون در تاجیکستان تجارت‌های مختلف را در پیش داشته است، از جمله تولید شرکت هتر به نام شبنم ثریا و چندین برند لباس شبنم ثریا. جدیداً آریانا سعید در کشور دبی برای اجرا در محافل خوشی هموطنان افغانش اشتراک کرده است و کاملا لباس‌هایی که تقلید از شبنم ثریا است بر تن کرده است و با کمک شبنم ثریا قرار است برند لباس‌های خود را دوباره در کشور تاجیکستان افتتاح کند و قرار است آریانا سعید با شبنم ثریا با بار دیگر دو آهنگ جداگانه در تاجیکستان ثبت و نشر کند. این خبر نشر شده توسط دوستداران و علاقه‌مندان آریانا سعید و شبنم ثریا مورد حمایت و تشویق فراوانی قرار گرفته. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستداران شبنم ثریا و آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درود دیگر، شاد و موفق باشید.